سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به آبرنگی شو. بیاین با هم دیگه خیلی ساده و راحت گل بکشیم. بیاین یه ذره از اون سختگیریامون کم کنیم و کارو راحت بگیریم. یه اجرای راحت و سبک داشته باشیم. همونطور که دیدین من با قطره‌های رنگی و پر آب شروع کردم. قلمو پر از رنگ و آب کردم و 5 تا قطره آب گذاشتم روی مقوام و قلممو شستم، یعنی دیگه رنگ نداشت عملا، و شروع کردم در واقع قلممو از توی اون قطره‌های رنگی به بیرون کشیدن و فرم دادن. و این مابینم دقت کنین من دوباره قلمو میبرم میشورم، یک کوچولو آبشو میگیرم تو همون لبه ظرفم، به دستمال نمیزنم و میام تیکه بعدی مثلا گلبرگم و رنگ میزنم. نمیخوام همه جاش یک رنگ بشه، به خاطر همین قلمو وسط کار دوباره آب میزنم. خیلی راحت و ساده اجرا کنید، سخت نگیرین کار رو، لا اجازه بدین یک کوچولو نورم بمونه، کارو قشنگتر میکنه. یک کوچولو ریزیکاری بهش اضافه کنین، به کارتون جذابیت میده و همینجوری ادامه بدین. توی کار کردن وقتی میخوایم کار رو شروع کنیم، کار هیچ وقت برای خودتون سخت نکنین. وقتی کار سخت میکنین و کار بزرگ برای خودتون جلوه میدین، اجرا کردن و کار کردن سخت میشه. خیلی سخت میرین سراغ تمرین کردن. تو هر کاری تمرین کردن مهمترین به نظر من فاکتوره. وقتی که سخت نگاه میکنین و فکر میکنین خیلی سخته، باید کارای در واقع خیلی حرفه‌ای و خفن و سخت بزنم که در واقع بهش بگم یک کار، اون موقع است که خب نمیرین سراغش. کارهای فوق‌العاده از تمرین کردن و کارهای سبک نتیجه میگیره. شما باید انقدر تمرین کنین و همه جور کار بزنید که کارتون حرفه‌ای بشه. پس هیچ وقت از تمرین کردن نترسین، همه جور کاری رو اجرا کنین، تمرین کنین. از خراب شدن کارتون به هیچ عنوان نترسین. بالاخره ما باید کار کنیم، خراب کنیم کارو تا بتونیم تجربه به دست بیاریم و بدونیم که چی کارو خراب میکنه، چی کارو قشنگتر جلوه میده و کار خوب پیش میره. پس هیچ وقت از تجربه کردن نترسین و شروع کنین کار کردن و ازش لذت ببرین. خودتون رو قضاوت نکنین. خیلی خب این چیزهایی که میگم تجربه شخصی خودمه. من خب خیلی خودم رو قضاوت میکردم و میکنم و سعی میکنم ازش دور شم، چون جز ضرر چیزی نداره. مهم اینه که شما دست به کار بشین و رمز موفقیت در انجام دادنه، در تکراره، در ادامه دادنه و این تمرین، ممارست و هر روز یک کاری رو انجام دادن باعث موفقیت میشه و هیچ چوب جادویی وجود نداره برای هیچ کاری که شما یک شبه بخواید به اون موفقیت برسید و هیچ رمزی وجود نداره که استادتون بخواد یک روزی به شما بگه و شما بگید آهان این بود پس رمز، این بود داستان و از اونجا به بعد شما دیگه بدونین باید چی کار کنید و در واقع همه چی دستتون بیاد و کار راحت بشه. نه، همچین چیزی تو هیچ مسیری وجود نداره. فقط باید ادامه داد، خسته نشد تا موفقیت روی خودش رو به ما نشون بده. امیدوارم از این کارم خوشتون اومده باشه
و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید.